فیلمی که توقیف شد اما داستان حذف چهره‌ها بود. سال 1358 فیلمی به نام برزخی ها به کارگردانی زنده‌یاد ایرج قادری ساخته میشه و در سال 1361 در تهران به روی پرده سینماها میره. در مدت کوتاهی به رکورد پرفروشترین فیلم میرسه، اما در کوتاه‌ترین زمان ممکن با حواشی و جنجال‌های آن روزهای گروهی تندرو از پرده پایین کشیده میشه. فیلمی که محبوب ترین و شاخص ترین هنرمندان زمان خودش رو در کنار هم قرار داده بود. بزرگانی چون زنده یادان فردین، ناصر ملک‌مطیع، سعید راد، محمد علی کشاورز و ایرج قادری. داستان فیلم روایتگر گروهی است که با وقوع انقلاب 57 از زندان فرار می‌کنند و قصد خروج از مرزهای غربی کشور را دارند و در روستایی با کدخدای آنجا آشنا میشن. اما با وقوع جنگ و تحولی درونی جان خود را در راه دفاع از میهن از دست میدهند. اما مشکل برزخی ها آیا مضمون آن بود یا حضور پررنگ چهره‌های سرشناس سینمای آن دوره و شاید سرآغازی بود برای خصومت ها؟ این فیلم برزخی شد برای خاطرات و نوستالژی. امانت داره خوب بودن حساب میمانه برای روز جزا، اما امروز یک امانت دیگر امانت میخوام برای تمام این مردم. هم که ریشه محبته به هم دیگه تو دلشان بنشانی، میخوام دلاشانه به هم زنجیر کنی